درود به آن کس با المیرا خوش اومدید. ممنونم که این صوت رو برای ارتقای حال خوب با دوستانتون به اشتراک میگذارید. این مدیتیشن طراحی شده برای عزیزانی که در مدیتیشن با چشمان بسته احساس اضطراب میکنن. حالا از شما میخوام در یک جای راحت بنشینید یا میتونید دراز بکشید و اجازه بدید که این بار برخلاف همیشه چشمانتون باز بمونه و سعی کنید که با چشمان باز خودتون رو آروم و راحت کنید و یک دم عمیق و آرامش بخش بگیرید. میخوام هر چقدر که میتونید اجازه بدید که نفس‌ها عمیق تر از نفس قبل اتفاق بیفته و به صورت ذهنی دمتون رو بشمارید. دم 1 2 3 4 5 و باز دم 5 4 3 2 و 1. ادامه بدید چند نفس دیگه. اجازه بدید که چشم هاتون باز بمونن. اولین کاری که میخوام انجام بدید اینه که درون ذهنتون 4 چیزی که جلوتون میبینید رو نام ببرید. برای مثال من روی میز دفتر میبینم. من یک کمد میبینم. من یک چمدون میبینم. فقط 4 چیزی که درون اتاق میبینید رو به صورت ذهنی نام ببرید. حالا میخوام به 4 چیزی که میشنوید آگاه بشید و اون رو درون ذهنتون نام ببرید. مثلا من صدای موسیقی رو میشنوم. من صدای آواز گنجشک‌ها رو میشنوم. مثلا صدای عبور ماشین رو از خیابون کنار خونمون میشنوم. 4 چیزی که میشنوید رو درون یک جمله کامل بگید. من میشنوم. و حالا 4 چیزی که احساس میکنید رو
به صورت ذهنی نام ببرید. فقط 4 چیزی که حس می کنید. برای مثال، من احساس آرامش دارم. من احساس ریلکس بودن می کنم. ممکنه که شما به احساسات فیزیکی درون بدنتون آگاه باشید یا احساسات عاطفی و ذهنیتون. من احساس خستگی می کنم. فقط 4 چیز. نفس عمیق ملایم بکشید و به نفس هاتون دقت کنید. اجازه بدید که نفس‌های عمیقتون ذره ذره با انجام این تمرینات اضطراب رو از درونتون بیرون ببره. یک بار دیگه، این بار 2 چیزی که میبینید رو نام ببرید. من میبینم. و حالا 2 چیزی که میشنوید رو نام ببرید. اکنون 2 چیزی که احساس میکنید. سعی کنید چیزهایی که میبینید، میشنوید و احساس میکنید نسبت به قبل متفاوت باشه. به چیزهایی دقت کنید که تا قبل از این لحظه بهش آگاه نبودید. حالا یک نفس عمیق و آرام بکشید. برای لحظاتی که در این لحظه گذروندید شاکر باشید. اجازه بدید که در هر وضعیتی که هستید بدنتون، شانه هاتون، سر و گردنتون کمی حرکت کنه. آروم. این تمرین کوتاه و به ظاهر ساده شما رو برای لحظاتی به این لحظه، به اینجا و اکنونتون متصل کرد. هر زمانی از روز که احساس اضطراب یا نگرانی داشتید، برای لحظاتی با خودتون و درونتون خلوت کنید و اجازه بدید که با نفسهای عمیق
این تمرین دلچسب به جان و روحتون بچسبه. نماسته.